3 2 1. اوه 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 اوه. اینم هیچ وقت کوکش ثابت نمیمونه. شما هم همین مشکل رو دارین؟ اصلا بلدی گیتار تو کوک کنی خودت؟ امروز میخوام نحوه کار با نرم افزار گیتار تیونا رو بهت یاد بدم و این نکته خیلی کلیدی که مطمئنم تا قبل از این ویدیو بلدش نبودی. بریم رو حالت اسکرین رکوردر تا برات توضیحش بدم. خب نرم افزار گیتار تیونا که این نرم افزار هست رو روی گوشمون نصب میکنیم و بازش میکنیم. توی همچین محیطی برای ما باز میشه. روی حالت وسط حالت تیونر هستش. اینجا یه گزینه تولز هم داره که میتونید از مترونوم، دیکشنری آکورد و یه خیلی بازی که بهتون یاد میده چجوری آکوردها رو بگیرید و اسمشون رو حفظ کنید برای ما داره. حالا ما میایم رو حالت تیونر گیتار. اینجا یک کلید اوتو هست. ما فعلا خاموشش میکنیم. برای افراد مبتدی بهتره که اون خاموش باشه. وقتی خاموش باشه ما میایم سیم ها رو به صورت تکی تکی انتخاب میکنیم. مثلا سیم اول سیم می هستش که میبینید صداش ها هم دارین میشنوید. سیم رو میزنیم و اگر منفی بود کوکمون برخلاف عقربه های ساعت گوشی کوک رو میتابونیم تا بیاد روی 0 و اگر مثبت بود الان مثبت شد موافق عقربه های ساعت اینو میچرخونیم که بیاد حتما منفی شه. این اون نکته بود که بهتون گفتم، کوک باید از منفی بیاد روی 0. توی این حالت چرخ دنده های ماشین هد توی هم قفل میشن و گیتارتون کوک خودش رو از دست نمیده.